سال 2022 برای اولین بار در 60 سال اخیر شماره اهالی چین کاهش یافت. خدمات ملی آمار این کشور اطلاع می‌دهد که سال 2022 در چین 1 میلیارد و 411 میلیون و 750 هزار کس به سر می‌برد. یعنی در مقایسه با سال 2021 شماره اهالی چین 850 هزار نفر کمتر شده است. بار اخیر اهالی چین سال 1961 در دوره قحطی بزرگ کم شده بود. کارشناسان سازمان ملل متحد پیش بینی می‌کردند که سال 2022 شماره اهالی هندوستان به 1 میلیارد و 412 میلیارد نفر برابر می شود. ولی آنها انتظار نداشتند که هندوستان به همین زودی ها به کشور از همه سیر اهالی عالم تبدیل می یابد. به هر حال فعلا سرشمار اهالی هندوستان ادامه دارد و کارشناسان بر پایه آن خلاصه های خود را اعلان خواهند کرد. به نوشته خبرنگار رایترز، سبب کاهش اهالی چین سیاست یک عائله یک فرزند است که از سال 1980 تا سال 2015 ادامه داشت. در زیر فشار دولت و بالاروی نرخ پرورش و تحصیل فرزند، بسیاری از عائله‌های چینی تنها یک طفل به دنیا آورده‌اند و یا از تولد کودک کاملا دست کشیده‌اند. بر علاوه عائله‌های عنعنوی چینی به پسر اولویت می‌دهند که باعث افزایش سرشمار مردان شده است. فعلا در این کشور 722 میلیون مرد و 690 میلیون زن به سر میبرند که سببگار کاهش ازدواج و تشکیل عائله‌های نو شده است. دانشمندان ساحه دموگرافی پاندمی کووید 19 و گوشه‌نشینی 3 سال اخیر در چین را هم در میان سبب‌های کاهش اهالی این کشور یاد می‌کنند.